مهاجران کوری توجیک بنابر گرانی نرخ بلیط هواپیما به تاجیکستان توسط شهرهای ازبکستان و یا قرقیزستان خود را به وطن می‌رسانند. نرخ بلیط سومون ایر یگانه شرکتی که از روسیه با پروازهای چارتری مسافران را به تاجیکستان می‌آورد در مسیر مسکو دوشنبه 37200 روبل و یا 395 یورو است که آن را خیلی گران میگویند مهاجران. همکارم عبدالله اشورов به تحقیق این موضوع مشغول بود. حالا به او می‌آورم. عبدالله سلام. خوب، امروزها از بینندگان سوالهای زیاد میگیریم که آیا آنها میتوانند از روسیه توسط هواپیما به ازبکستان و از آنجا به تاجیکستان بروند؟ بله شهلا، میتوانند. در ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجه گفتند شهروند تاجیکستان اگر طریق کشور سوم به ازبکستان توسط نقلیات هوایی آید، با نظرداشت طلبات ضد عفونی این کشور میتواند به آنجا وارد شود و از آنجا خود را به مرز تاجیکستان رساند. اما برای وارد شدن توسط راه زمینی شهروند باید پیشکی از مقامات ازبکستان اجازت بگیرد. شرکت های هواپیمایی که به ازبکستان پروازها انجام میدهند به شرط به شهروندان تاجیکستان به پرواز اجازه میدهند که آنها همراه با بلیط هواپیما راهگیری اتوبوسی که آنها را از فرودگاه مستقیم به مرز تاجیکستان میبرد پرداخت کنند. به نقل مهاجران کار افتاده در ازبکستان برای این کار از 3.5 تا 4.5 هزار روبل روسی طلب میکنند. بلیط میخرن نخرده خیلی فرق کلان است. فرق شما فکر کنید که فرغانه اینجا 20,000 بلیط، سمرقند 25,000، 3,000، 8,000 فرق زمین تا آسمان است. از ازبکستان تا تاجیکستان رفتن خوب از 1000 تا 2000 روبل روسی را در بر میگیرد. $100 سپکانه $150 اکانومی کنند. اکثریت تاجیکانی که همزمان شهروندی روسیه و تاجیکستان را دارند عموماً به شهرهای قرقیزستان بیشتر به شهر آس پرواز میکنند و از آنجا با راه زمینی به خوجند میروند. شرکت های کراکش از تاجیکستان بر عوض 150-200 سامانی آمادند مسافران را از شهر آش قرقیزستان به خوجند بیارند. عبدالله ببین، در حالی که یک قسمتی مهاجران روی ارزان رسیدن به تاجیکستان را میجویند، گروهی دیگر راهی را میجویند که چگونه از تاجیکستان به روسیه بروند. در این باره چی گفتن میتوانید؟ بله، این گونه نفران خیلی زیادن شهلا، اما مرز روسیه برای شهروندان خارجی از جمله تاجیکستان هنوز بسته است. موافق دستور حکومت روسیه از 16 مارس 2020 تحت رقم 635 ورود شهروندان خارجی به خاک روسیه منع است به استثنای 5 حالت. یعنی داوطلب سفر باید VNG داشته باشد، یا همسر و فرزند و یا پدر و مادر شهروند روسیه داشته باشد، شرکتداری برنامه دولتی پرسلینیا باشد، برای طبابت به روسیه برود و یا پرستاری یگان خویش نزدیک بیمارش در روسیه باشد. کریم جان یاروف حامی حقوق میگوید یک مسیر ورود به روسیه حالا بیلاروس شده است و یک قسمی از تاجیکان از این راه تلاش میکنند به روسیه آیند، ولی به گفته او این راه غیر قانونی است و مقامات روس شخص را میتوانند با گناه عبور غیر قانونی مرز به جوابگری جنایی کشند. سپاس عبدالله عزیز برای صحبت مفصل. و بینندگان عزیز، شرط و شرایط سفر به روسیه و یا برعکس بازگشتن به تاجیکستان را شما میتوانید در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید.